ببخشید خانم، دخترتون نیومدن؟ تو راه داره میاد، شما شروع کنین اونم میرسه. نه خانم، باید هر دوشون باشن، هم خانم نیازی هم آقای حقیقی حامد حقیقی. ایشون که بودن، جایی که نرفتن. نه با تو برمی‌داری؟ بگیم تو با این فرشه همه مونو دوده نکنی ول نمی‌کنی نه؟ باید جمع کنیم دیگه. شما فقط یه ذره برو عقب. آقا جان ماشین نیومده که. ماشین چی کار داری شما؟ آقا پاشو شما، من کارو انجام میدم. برداریم دیگه. الان وقتش نیست. پاشو شما. ماشین که اومد، روشن خانم که اومد، شما همه ما رو لوله کن ببر. الان ما عینه هم مترسک سر جالیز اینجا وایسیم؟ چی مامان؟ میگم همینجوری وایسیم هیچ کاری نکنی؟ الان چی کار کنیم مامان جان؟ جمع کنیم حداقل ها، میتونیم جمع کنیم که. جمع کنیم، ولی هیچ چیزی تا من ننوشتم و صورت جلسه نکردم از این در نره بیرون، حتی اگه ناخونگیر باشه. یعنی چی؟ مسخره است که. کل قضیه از بیخ و بن مسخره است. همین یه تیکش مسخره است. یعنی چی آقا؟ چی مسخره است؟ مگه اصلا شما میدونی روندش چیه؟ ببینید خانم و آقا باید بیان دونه دونه وسایل رو تایید کنن، هر چیزی هم جز جایزه خانم بوده لیست میشه، دو طرف امضا میکنن، بعد میبرین. شما خودتون اگه موقع جایزه دادن به دخترتون سیاهی میکردین، دومادتون هم یه امضا میکرد پای برگه، الان قشنگ نگاه میکردیم، جمع میکردیم، هم کار شما راحت بود هم کار ما. الان چون سیاهه نداریم بعد دونه دونه بنویسیم، جمع کنیم. خانم من همین الان روندش رو توضیح دادم دیگه. آقا شما برو بالا، بردت بگو بیاد پایین، کارمون رو زودتر شروع کن. بدو. آنی خانم قایم شده میشی، برو بهش بگو بیاد پایین. هادی اگه اومدی دعوا برو بشین تو ماشین تا همه چیز تموم شه. میگه بیاد پایین، برو بهش الان برو بهش بگو. خودم بهش میرم خودم وایسا. گفتم چیکار میکنی؟ سرویس کاری. سرویس کاری؟ الان؟ این برای چی اومده؟ پاشو ازم، پاشو بریم پایین. میگم هادی برای چی اومده؟ خب اومده دیگه، میشناسیش که. کی به شما خبر داد بیاین؟ نادیا؟ الان بحث ما اینه هامه. پاشو قربونت، پاشو بریم پایین. پاشم چیکار کنم؟ خب این آقای میگه بعد بگی چه جایزه نوشین بوده چی مال تو. همه چی مال نوشین بوده، همه رو جمع کنم ببرم. حامد با بیا یه دقیقه پایین، اصلا نمیخواد حرف بزنی، خونته ها. یه رو گفتم همه چی لیست کنه، میام امضا میکنم میبرم. خب لیست نمیکنه، هی نشسته اونجا حرف میزنه. بابا میگه تا تو نباشی نمیشه، من نمیدونم. پاشو. تو برو از طرف من بگو من همه چی رو قبول دارم، همه چی جایزه نوشین بوده، جمع کنم ببرم. فقط این دمپایی زردایی توی دستشویی مال خودمه، اونا رو نبرم. خودم خریدم. حامد الان این چه کاریه؟ نوشین بهتون زنگ زد بیاین؟ خودش کو پس؟ چرا زنگ نمیزنی از خودش بپرسی؟ زنگ بزن بشم بیا. اون مثلا با نوشتن من چیزی حل نمیشه. الان من بنویسم آقا میاد تایید نمیکنه. دیدم خانم، 1000 بار دیدم، میاد میگه اینا که نوشتین جزء جایزه نیست، من خودم خریدم. اون وقت تکلیف چیه؟ من میدونم اینا همه مال نوشینه دیگه. خانم شما که تو این خونه زندگی نکردین که. قرار نبوده زندگی کنم که. روزی که جایزه آوردن بودم دیگه، میدونم. من اون چند سال کارم اینه، تا حالا اینجوریشو ندیده بودم. خواهر شما که اصلا نیومده، آقا اصلا معلوم نیست کجا رفته. خب من میگم مگه قرار نیست لیست کنیم؟ خب من میگم لیست کنیم، بنویسیم، هر کدومو قبول داشتن میبریم، هر کدومو قبول نداشتن نمیبریم دیگه. اینجوری خودتون هم کمتر معطل میشین. خب الان خانم من چیکار کنم؟ میگم از بزرگا شروع کنیم نوشتن. چه میدونم اون ماکروفره، ساندویچ میکره، این گازه، ماشین لباسشویی، سری هم ظرفاش اینجاست. خیلی خب پس خانم من بزرگا رو مینویسم، شما هم ظرفا رو بیاریم پایین قشنگ دسته بندیشون کنیم که بعد اونا رو هم بنویسم دیگه. نه نادیا جون بیشتر اون پایین میذارن ها. میخوای من بیام؟ یه سری هم اینجاست، اینا رو چی کار کنیم؟ بشوریم ببریم دیگه مامان جان، چی کار کنیم؟ بشوریم دیگه، باید بشوریم. شما نمیخواد با این دستت ول کن. من میشورم. خیلی نگاه کن زندگی بچه منو. نوشین حقش این بود؟ نه نبود. بیبریم
شما آشپزخونه چرا اومدی؟ ول کن. قصه خوردن نداره که. یه چیزی بود تموم شد رفت دیگه. مثلا همین چیزا میگم برو پایین پیش بابا. الان میخوای بمونی اینجا هرس و جوش بخوری چه کاریه؟ من باید اینجا باشم. زندگی بچه منه. هی نگو برو پایین. خیلی خوب. بشین ولی دیگه بمون همینجا. ایما این کارتونا رو هم ببر آشپزخونه. کامیون نیومد؟ کامیون چرا اومده؟ منتها جا پارک نیستش، منتظر جلو در خالی بشه بذاره همینجا بیاد. الان کجاست این حامد؟ من چه میدونم. من باید حامد رو ببینم کجاست. خودشو قایم کرده؟ برو به برادرت بگو بیاد ببینه چه گوهی زده به زندگی بچه من. روش نمیشه بیاد بیرون حالا؟ خانم شما با حامد چی کار دارید؟ الان حرف دارید به من بزنید. من حامد. شما تا حالا کجا بودی؟ 2 ماه نوشین با برادر شما درگیر دادگاه و دادگاه کشیه. یکیتون یه بار قدم رنجه نفرمودین ببینین چی به روز دختر من اومده. حالا پا شدین تونتون اومدین که چی؟ که خدای نکرده یه ناخونگیر از این در بیرون نره. من معذرت میخوام، شما لشکرکشی کردید اومدید، مگه ما حرفی زدیم الان؟ چیزی گفتیم؟ لشکرکشی؟ لشکرکشی یعنی چی؟ چه طرز حرف زدنه؟ دیگه مگه لشکرکشی شاه خودم داره؟ رفتید مأمور آوردید، حکم فک قفل گرفتید. نصفتون پایین نشستید تو ماشین، نصفتون هم که اینجا این قشنگ این منطقه رو پوشش کامل دادید. یه نفر نصفی ما رو شما نمیتونید تحمل کنید؟ از چی میترسین؟ میخوایم ما بریم شما با خیال راحت هر چی هست تو جارو کنید ببرید. جارو کنین یعنی چی؟ چرا اینجوری صحبت میکنی؟ جاروه دیگه. آقا اصلا بود و نبوده شما اینجا فرقی نمیکنه. شما که هیچ حامد هم نبود ما در رو باز میکردیم میومدیم تو، کل جهیزیه نوشین هم میبردیم، همه چی هم قانونی بود. قانونی؟ بعد از این حکم فک قفل گرفتنتون معلومه این زیر و بم قانون تو مشتتونه. شما رفتید به حامد گفتید ما میخوایم بیام جهیزیه ببریم، حامد گفته نه که رفتید حکم فک قفل گرفتید. حکم فک قفل. خانم اجازه بدید من توضیح میدم. آقا شما اینقدر شلوغش نکن. چه شلوغی کردم؟ یا گوش کن. احترام دارم عزیزم میگم یه لحظه حرف منو گوش کن. برادرت اگه جلسات دادگاه رو شرکت میکرد اصلا آقا نیازی به حکم فک قفل نبود. بالاخره احضاری از دادگاه اومده ایشون نرفته. خب این بندگان خودم حق دارن دیگه، میرن حکم فک قفل میگیرن. قصه آقا ایشون به احضاری دادگاه توجه نکرده. بعد چجوری انتظار داری سر بردن جهیزی همکاری میکرد؟ قصه این چیزا نیست. قصه میدونی چیه؟ قصه اینه که اینا تجربه دارن. اینا این چیزا رو دیدن ما ندیدیم. ایشون ماشاءالله بلده. ما بلد نیستیم، بعد یاد بگیریم از ایشون. خیلی خب آقا الان چه بحثی ما داریم میکنیم؟ بخوایم بحث کنیم تا شب اینجا درگیریم ها. آقا بذار کار طبق روالش بره جلو. بره جلو آقا. من به روال شما چیکار دارم؟ الو بشین. رجبی جان. نادیه. سلام. نادیه. آقا جون نادیه بشین. بیا بشین. کاش یه لیستی از جایزه دخترتون داشتیم. الان نگاه میکردیم بدون دردسر همه چی تموم میشد میرفت. هم بده. نزار. این معلوم نیست تو باش به کجا وصله. کیه مگه؟ من دومه میترسم. تیکه باره من میکنه. این تجربه داره؟ تو ساکت باش من خودم جوابشو میدم. بچه که مزخرف. ساکت. های جوادی شما لیست میخواستی؟ خیلی. اینم شما ببینید جای لیست. همه چی توش مشخصه. فیلم خود وجهات این فردای آوردن جهاز میشینه. الان شما از وسایل گرفتید درسته؟ مشخصه. این الان شد مدرک اصلا معلوم نیست مال کیه. یه لحظه اجازه بده من. نمیتونم اجازه بدم. چرا نمیتونی اجازه بدی؟ حجابشون تو فیلم درست نیست. اون وقت ایشون ببینه مشکل نداره، محرمه. آقا من خیلی چیزی به اون صورت ندیدم، باشم یه مش وسیله بود دیگه. آقا این مدرک هست یا نه؟ خانم من خدمت شما عرض کردم اصلا به فیلم نمیشه استناد کرد. حالا باز اگه فاکتور داشتید میشد. داریم. فاکتور داریم. آره ما. خانم بیار فاکتورا رو بیار. بجون میخوام. اینا یه سری فاکتوره، بقیه‌اش هم که تو فیلم دید. فاکتور هم جمع کردید خدا رو شکر نه؟ آقا هادی ما زندگیمون کارمندیه، فاکتور جمع میکنیم. حالا ما هم کارمندیم دیگه، فاکتور جمع نمی‌کنیم برای روز مبادا. روز مبادا شما هم میرسه ایشالله. چیه؟ دو تخت فرش ماشینی تر شیراز، یک عدد میز ناهارخوری،
یک دست لیوان طرحدار، تو لیو، یک عدد اتو، یک عدد اجاق گاز، یک عدد آرام نادیا جون پز. شما یخچال از وقت کشیدین؟ نه خیر. این جزء جهیزیه نیست، مال زمان مجردی حامده. ولی خب اگه میخوایم ببریم چون حامد گفتش که هر چی که نیازه رو میتونیم ببریم. من اون از برق نکشیدم. نمیدونم دیگه. نه ببرین دیگه، با همین فاکتور آرام پس کل زندگی حامد جمع کنید ببرید. یعنی چی آقا؟ پس من این وسط چی کارم؟ بدون اجازه من هیچ چیزی از این خونه نمیره بیرون. نیومدیم اینجا جف سازی کنیم که. جف سازی کی کرد آقا؟ الو رجبی جان. نادیا جون شرمنده، این سیمش اتصالی داره، خاموش شده بود لامپش. من فکر شما از برق کشیدین. ببخشید. آقای جوادی این فاکتورها پیش شما بمونه؟ بله خب. آقای جوادی بریم آشپزخونه رو ادامه بدیم. بله بریم. خانم برادر شما نمیخواد بیاد پایین؟ میخواین همگی با هم جمع کنیم بریم پشت بوم؟ گفتش که شما لیست بکنی آخرش میاد امضا میکنه. من اینا رو هم جمع کردم که شما اینا؟ راحت ببینین. اینا 6 تا بشقابه، 6 تا خورش خوریه، 3 تا کاسه کوچیکه، 4 تا کاسه متوسطه، یک کاسه بزرگه و یک پاچ. اینا هم 7 تا چنگاله. من اینا رو میشورم. خانم شما نگفتین روز آوردن جایزیه بودین؟ بله بودم. پس الان داستان یخچال چیه؟ من اصلا یخچال رو نگفتم شما بنویسین. خانم گفتین بزرگا رو بنویسم دیگه. نه من اصلا یخچال رو نگفتم بنویسین آقای جوادی. الان یخچال رو خط بزنی. نه یخچال خط نزنی. اگه به خاطر حرف منه واقعا یخچال خط نزنی. یخچال خط بزنین آقای جوادی. چیکار خط بزنم؟ یخچال خط بزنین بله. نه خط بزنین. هر کدوم از این ظرفا مال زمان مجردی آقا حامده لطفاً بردار هانیه جون. نادیا جون من یه اشتباهی کردم. خب فکرم شما اون از وقت کشین. من که عذرخواهی کردم. تعارف که نداریم تو این وضعیت با هم. یه لحظه وقتتو به من بده. خط زدین یخچال آقای جوادی. مرسی من متشکرم. نمیدونم واقعا چی بگم. ول کنیم که حرفی نمونده بخوایم بزنیم. ملاحظه کن برای شما آدم حقوقی هستی. ببین اگه این موردی چیزی داره بگو من اینو اصلاحش کنم. شما که خودتون تلفنی همه چی هماهنگ کردید دیگه نه؟ آقا این کاری نه این اصلا یه ماجرای دیگه است. روند خودش هم داره. این کاریه که برادر من همون 2 ماه پیش بعد می‌کرد. تا تکلیف نکرده. استعداد جهیزیه آقا ول کن شما جهیزیه رو. ول کن برادر من. بس ببرن همه چی رو ببرید. من بحثم اینه که این درست است یا نه. بله درست بودنش درسته. ولی الان ربطی به کار ما نداره. بعدش هم اینا توافق کردن دیگه. کدوم توافق برادر من؟ یعنی کدوم چی؟ توافق؟ چه توافقی؟ خانم نیازی کردن؟ مگه طلاق خواهر شما توافقی نیست؟ چرا توافق کرد؟ کدوم کو توافق؟ این توافق خانم؟ آقا وقتی مهریه‌شو میبخشی یعنی توافق کرده چی دیگه. میگه مهریه؟ حالا انگار چی بوده؟ خدا بیامرزه مادر ما اصرار کرد اون 14 تا سکه رو بنویسید و اینا نوشین خانم که چیزی نمیخواست اون موقع. الان یهو داستان خوبه که فرق دختر کرده. من مهریه نمیخواست. اگه مهریه بالا داشت شما تا کجا پیش تا میرفتی؟ کجا پیش رفتم خانم؟ تا کجا پیش رفتم من؟ شما کلا چرا سر دعوا داری؟ در جریان نیستی من که. در جریان همه چی هستم. اینو به من نگید. ایشون آخه وکیل از طرف آره من حامد. وکیلم. آره. چی هستن این برگه آقای جوادی ایشون دستش گرفته؟ مسخره بازی‌ها چیه؟ چی بود این برگه؟ خانم ربطی به کار ما نداره. یعنی چی آقا این ربطی نداره؟ چی ربطی اگه نداره؟ ربط نداره که وقت ما رو یعنی نگیر. چی؟ من من منظورم اینه که اگه شما حکم عدم تمکینم بگیری ربطی به استرداد جهیزیه نداره. الان بحث ما بحث جهیزیه اصلا است. من این یه دارم ماجرای میگم دیگه عدم است. تمکین واسه چی؟ واسه اینکه دختر شما 2 ماه ول کرده رفته بدون اجازه شوهرش. 2 ماه رفته چون میخواد طلاق برو بگیره. طلاق بگیر. بفرمایید برو طلاق بگیر. آقا جون پس شما اینو تایید کردید آقا دیگه. جان اینو من بذارم. هیچ چیو چرا؟ تایید نمی‌کنم. والا نه من قاضی ام نه وکیلم. حرفا اصلا در شأن دختر من نیست آقا دی. شأن دخترتون اینه که همه زندگیش کف زمین باشه. خانم شما تمام این خرت و پرتا رو هم جمع کنی ببری. دختر شما باید برگرده تو همین خونه زندگیشو کنه. شأن دختر شما اینه. شرعش هم همینه، قانونش هم همینه. شرع و قانون همه جا باید به نفع شما باشه. نه والا فعلا که به نفع شماست. بعدم دختر من وسیله‌اشه ببره بیاد اینجا رو موزاییک زندگی کنه. اونو من نمیدونم. شما جارو گرفتین دستتون هر چی هست دارین جمع میکنین میبرید. حامد از نجابتش تا الان نجابت؟ کاری نکرده. بله اگه میخواست با همین عدم تمکین زنشو 2 ماه پیش برگردونده بود تو این خونه دیگه. الان غیر از یهو میخواد. نه خانم آقا شما چرا حرف نمیزنید؟ شما این کاره مگه آقا جان، نیستی؟ گوش یه بده. عزیزم چیز گوش به من بده. من هیچ کارم. منم فرستادن اینجا 2 تا دونه امضا بگیرم.
الان داری وقت منو میگیری نمیذاری من کارم انجام بدم. شلوغ کاری آقای جوادی یه لحظه گوش کن. آقای جوادی یه لحظه گوش کن آقا جون. شما یه حرف منو گوش کن. آقای جوادی شما اصلا با ایشون کاری نداری که. چرا داری میپوشی؟ داری گوش. آقا شما بالاخره تجربت زیاده. ما یه بار این چیزا رو دیدیم، شما هزار بار دیدی. آقا جون یه لحظه حرف منو گوش کن. من میخوام به اینا بفهمونی این دادخواست قانونی هست یا نه. کدوم دادخواست؟ این برگه. آقا جون یه برگه کاغذه، شما پاشی برید دادگاه. تازه شما هم نه، برادر شما. ما میریم دادگاه. بله. رسما دادخواست میده. تازه شهود شهادت میگه. اگه بحث شهادت نه بحث شهادت داریم میکنین دیگه. من الان خودم شاهد، این خواهر من شاهد، این دو تا شاهد. نه ببخشید من نمیتونم شهادت بدم. چرا میتونی شهادت بدی؟ نه من نمیتونم شهادت بدم. تو چرا نمیتونی شهادت بدی؟ من خبر نداشتم. تو خبر نداشتی؟ نه. تو مگه خودت به من نگفتی نوشین 2 ماه ول کرده رفته؟ چرا ساکتی؟ خب من گفتم 2 ماه رفته ولی ممکن 10 بار اومده باشه، ما که نمیدونیم. آقا جان نکن، قضیه رو داری پیچیده‌اش می‌کنی. آقا کی پیچیده کرد؟ برادر من اینا حکم فک قفل گرفتن ریختن تو خونه، ما پیچیده کردیم. بابا یه ذره انصاف داشته باش. خیلی خب باشه آقا، اینا پیچیده کردن، شما بزرگواری کن پیچیده ترش نکن. وای بابا چه خبره؟ اون برگه چیه دستش گرفته آقای جوادی؟ من با شما صحبت نکردم. صحبت می‌کنم با من الان اینو برای شما میخونم بدون این چیه؟ نه داداش نمیخواد اینو بخونی. اینو بده به من. شما نمیخواد اینو بخونی. برو به کارت برس. تو اصلا مگه میدونین چیه؟ نه هرچی هست نمیخواد. برو به کارت برس. حامد راضی نیست به این کارا. کی گفته راضی نیست؟ شما حامدی الان مگه؟ من الان میخونم بیاد حامد امضا میکنه ببینم کی راضی است کی راضی نیست. ریاست محترم مجتمع. بابا برو اونور. بشین. بابا احتراما معروض می‌دارد سرکار خانم نوشین نیازی از تاریخ فلان بدون مجوز شرعی، قانونی و علیرغم مخالفت این جانب اقدام به ترک منزل و عدول از ایفای وظایف زوجی. مخالفت این جانب اصلا حامد مخالفت نکرد، از خداش هم بود. حالا گریه شما رو من می‌بینم. اقدام به ترک منزل و عدول از ایفای وظایف زوجیت نموده است. نظر به اینکه سکونت مشترک ایشان و بنده متضمن هیچ نوع آسیب مالی، بدنی یا شرافتی برای وی نیست و هیچ مانع موجه دیگری نیست. حامد اصلا نمیخواد نوشین برگره. هیچ مانع موجه دیگری نیست برای عدم تمکین وجود ندارد. از محضر دادگاه محترم تقاضا دارد حکم بر الزام خوانده به تمکین و نشوز نامبرده از تاریخ فوق و عدم استقامت و برنفقه و از هنگام آغاز نشوز تا تمکین مجدد صادر فرمایید. از هنگام آغاز نشوز تا تمکین مجدد صادر فرمایید. تا تمکین مجدد. عادی. پسر جان نگاه کن من و شما. نوشین احتیاجی به نفقه حامد نداره، هیچ وقت هم نداشته. دیگه وظیفه حامد بایدم بده اصلا. دختر من اصلا نیازی نداره. دختر شما خانم رو تخم چشم من مثل خواهر منه. نفقه بگیر شوهرشه. تا زمانی هم که حامد ما طلاقش نده باید برگرده تو همین خونه زندگیشو بکنه. باید برگرده تو همین خونه. نوشین نمیگرده تو این خونه زندگیشو بکنه. این خونه زندگیشو. نه 100 سال سیا من نمیذارم برگرده. شما این پنبه رو از گوشت بیرون کن که من بذارم نوشین برگرده. شما چی کاره که آخه بخواید حرف من بزنم؟ من نمیذارم نوشین برگرده. شما اصلا تو این قضیه چی کاره هستی؟ اومدی اینجا تیکه واره بچه هام کنی؟ چه تیکه؟ بعدش همین 4 تا تیکه وسیله ارزش این بابا مظلوم نمایی نکنید. بحث 4 تا تیکه وسیله نیست. بفهمین اینو. آخه اینجوری نیست که هر کی پرروتر جلو بیفته که. اینجوری نیست خانم. اینجوری نیست. الان پرروه ماییم خوبه شمایی؟ برو آقا برو. برو بالا برات بردار بیا. شلوغ کاری نداره. خانم شما بگید دخترتون بیاد دیگه. ای بابا هیچی این که دستنویس ارزش نداره. آجون من خودم میدونم، به من که دیگه نگو. من فقط میخوام اینا رو بترسونم. با این میخوای بترسونی؟ شما فکر میکنید خانم 2 ماه نبوده کجا بوده؟ هر روز دادگاه بوده. رفته 2 تا حکم گرفته، حکم جهیزیه گرفته، حکم فک قفل گرفته. یعنی شما خونه هم نبودی. هم کار نوشین نیست. آقا من معذرت میخوام. نوشین تموم شد. نوشین مرد. اینا الان یه ایلن افتادن رو ما. مجبورش کردن. کی مجبورش کرده؟ همین یه ایل. دمشون گرم که تونستن مجبورش کنن. ما نمیتونیم اینو مجبور کنیم یه امضا بزنه پای این. چه جوری مجبورش کردن؟ من الان اینو امضا کنم چی میشه؟ کاری که شما خیلی وقت پیش باید میکردی نکردی. ما رو هم آدم حساب نکردی، یه مشورت با ما میکنی. ایرادی هم نداره. تو کی ما رو آدم حساب کردی؟
آقا من 1 سال پیش برای شما عادی. نتونستم یه کاری بکنم، تموم شد. الان واقعا جاش بابا نیست. تو چشم من 1 سال نگاه خیلی نمی‌کنه. خوب، جا این حرف نیست الان. الان نوشین چرا باید برگرده؟ تو مگه خودت نمیخوای برگرده همه؟ نمیخوای برگرده؟ اگه می‌خواست برگرده چرا رفت؟ چرا رفت؟ والا ما هم نمیدونیم چرا رفت. تو به ما بگو چرا رفت. رفت دیگه. رفت دیگه. رفت تموم شد. الان حداقلش اینه که نذاریم اینا سوار گردنمون شن، گوشامونو بگیرن 4 نر همینجوری راه بیفتن تو شهر. اینا مگه کیان؟ کیان؟ اینا هیچکی نیستن. بعد ما جلو همینا که هیچکی نیستن اینجوری وادادیم. امضا کن بذار حساب کار دستشون بیاد حامد. حساب چی دست کی بیاد؟ بابا اینا فکر کردن ما خریم. ما الان نوشین رو مجبور کنیم برگرده خر نیستیم دیگه. این تکلیف خودش هم با خودش روشن نیست. بالاخره میخواد برگرده، بر نگرده. بابا جون تو بگیریم برگرده. واره کنگل میره جلو سگ. اما نگیر اینجا بشین. بلند شو به پایین از زندگی تو ببرم. ببرم؟ آره ببرم. چی هست من؟ چی نیست. من خودم هم میدونم هیچی نیست. ولی برو پایین ببین دارن چی کار میکنن اینا. این که با اوناست. افتاده دنبال اونا. ببخشید. من چی کار بکنم؟ هیچی، کمک کن زودتر تموم شه، جمع شه. من تنهام. بی کنار من باش، کمک من باش. چی میخوای الان از جون همه؟ اونا خانواده هم آفرین. ببین چه جوری پشت همن اینا. مثل بردن 4 تا دونه قاشق چنگال و فرچه تو توالت چجوری قشون کشی کردن اومدن. عادی. بعد ما سر زمستونی درگیر کولریم، پایینم که این بز وایسادیم هم دیگه رو نگاه میکنیم، تهش هم بعد بگیم اگه سلام میدونی تشریف بیارید بس بابا زشته به خدا. من اینو خودم امضا میکنم. اونو بذار جیبت. نوشین حق طلاق داره. کی بهش حق طلاق داده؟ حق طلاق بهش داده همونه؟ تو هم میدونستی؟ خیلی هم کار خوبی کرد. خیلی کار خوبی کرده. تو زنگ نزدی به نوشین نه؟ اینجوری نبودی حامد. اینجوری نبودی. رفتیم با این یک کلمه راجع به حق طلاق حرف نمی‌زنیم. میدونن حتما خودشون. میدونسته الان 100 دفعه گفته بودم. بالاخره نوشین بهشون میگه دیگه نمیگه؟ مانی امروز بگذره من میدونم تو. یه حرف بدی نزن، یعنی میگم بالاخره تو این پروسه طلاق و اینا دیگه میفهمن حامد به نوشین حق طلاق داده دیگه. روز بعد حال اینا رو بگیرم. همین الان باید بگیرم. بعدش هر غلطی خواستید بکنید. خیلی. کجا میای تو؟ برو ببینم. شما نمیخواد. برو. اکشون مگه خود بلند کن صاف کن. باش. میبرید یکی 2 هفته دیگه باید برگردونید. به هر حال خانم حامد اون برگره امضا کرده. 1-2 روز دیگه خودم حکمشو میگیرم. هر کاری دوست داری بکن. من نوشینو برمیگردونم تو این خونه. نمیتونی. چیه برمیگردونم راه انداختی تو اینجا. چه ربطی داره؟ کارگری پولت گرفتی کارتو بکن. کارگر باباته. کارگر نیستی مگه؟ پسر خالشم. کجا بودی تا حالا ما ندیده بودیم ایشونو. واسه عروسی و آبروداری اون یکی رو دعوت میکنید واسه چاق و کشی و دعوا این آره. برو اونور. اینم قراره از جایزه خواهر کوچیکه بره تو جایزه خواهر بزرگ اینجوری افتادید روش آره. ببین میزنم دهن تو برو خون میکنم پیمان این از خودش تو بزن تو صورتش. مال زدن نیست که. من تو رو آدمت تو میکنم. هیچ گویی نمیتونی بخوری. بهت میگم برو پایین. کی به تو گفت اصلا بیای بالا؟ برو پایین دیگه. برو آقا پیمان. بس کن دیگه شما. شما بیا من سرت برم. مامان
مامان دستمو ول کن. مامان دستم درد گرفت، دستم ول کن دیگه. میگم زنگ بزن بنوشی بازی در میاری. الکی گوشی رو میگیری در گوشت فکر کنی من خرم نمیفهمم صفحه گوشیت خاموشه. بابا صفحه گوشی همینه، وقتی زنگ میزنی خاموشه. برم بیارم جلوی خودت زنگ بزنم ببین چه جوریه. اینقدر منو خر نکنیم، آدم مادرشو خر نمیکنه. اولا خودت چرا زنگ نمیزنی نوشین با من حرف میزنه؟ پس چرا از من طلبکاری؟ ببین نادیا، اگر بفهمم برنامه چیدی بیایم اینجا وسایل نوشین جمع کنیم خودش نباشه روزگارت سیاه میکنم. روزگار ما دیگه سیاه‌تر از این نمیشه، قبلا زحمتشو کشیدی. 2 ماه نوشین اومده هی بیخ گوشش وزوز میکنی نمیذاری برگرده. حالا این 4 تا تیکه وسیله رو جمع کنیم ببریم خیالت راحت میشه؟ نوشین کی خواست برگرده؟ من بچه خودم رو خوب میشناسم. نوشین پشیمون شده بود میخواست برگرده سر خونه زندگیش، تو نذاشتی. من چیکار کردم؟ تو برش داشتی بردی دادگاه، الکی قضیه رو جدی کردی. مگه بچه 5 ساله است خب نمیومد دادگاه؟ الان چرا نیومد؟ پس اینو به من بگو. چون جرأتشو نداره با چیزی که میخواد وایسه. تو که جرأت داری به کجا رسیدی؟ گند زدی به زندگیت با همین جرأت داشتنت. بس کن. چرا باید هر گوهی رو هی هم بزنی تا برسه به جایی که دیگه نشه جمعش کرد؟ چیکار کنم؟ وایسا ملت هر چی دلشون خواست بارم کنم، من خفه خون بگیرم که تو ناراحت نشی. روز اول به من گفتی 2 تایی بریم 4 تا دیگه لباس نوشینو برداریم بیاریم. بریم به کجا رسوندیش؟ نوشینو بدبختش کردی مثل خودت. تو بدبختش کردی. نوشینو من بدبخت کردم؟ آره تو بدبخت کردی. نوشینو من بدبخت کردم؟ تو بدبختش کردی دیگه. داری دیوونم میکنی، بس کن. تو بدبخت کردی، به این روز نشوندی. نوشینو من بدبخت نکردم. نوشینو من بدبخت نکردم. نوشینو من بدبخت نکردم. من خودم بدبختم. بلم کن، من بدبختم. بلم کن، من خودم بدبختم. من خودم بدبختم. بلم کن، دیوونم داری میکنی. نادیا بله بفرمایید. کنسله؟ یعنی چی آقا کنسله؟ عزیزم برای چی از تو وقت منو گرفتی؟ یعنی چی آقا؟ آقا شما وقتی عزیزم شما وقتی تکلیفت با خودت معلوم نیست بی خود برای چی وقت مردمو میگیری؟ بخوای بری دوباره مامور بیاری 2-3 ماه طول میکشه. باشه آقا باشه. خانم کنسله. خسته نباشید. شما خسته نباشید. رفت. تمام شد. وایسا من دارم مول میدم تو چه؟ 1 2 به کی زنگ زدی؟ به کی زنگ زدی اون موقع؟ الکی؟ به یکی زنگ زدی بهت گفت درخواست چجوری دادخواست چجوری بنویسی؟ چی بابا الکی بود؟ کسی زنگ نزد. ما داشتیم میخوندیم نوشوز و عدم نوزانه چه بود پس؟ اینترنت تو اینترنت هست. چیکار میکردم؟ وای میستادم مثل شما کمک میکردم زندگی داداشمون زودتر بپاشه از هم. من کمک کردم زندگی داداشمون از هم بپاشه هادی؟ تو اگه قرار بود بشی کارگر اینا برای چی به من گفتی بلند شم؟ من کی به تو گفتم بلند شی بیای؟ من گفتم نوشین زنگ زده میخواد جهازشو ببر، خوبه یکی از ما اینجا باشیم. خب تو اگه نمیخواستی من بیام برای چی اصلا به من گفتی؟ هی میگه باز من کی موقعی که گفتم حالتون خوبه اصلا با آدم حرف نمیزنید اینم نمیگفتی دیگه. چیکار میکردم؟ میشستم تو خونه تنهایی با خودم قصه میخوردم. معلومه بلند میشم میام برادرمی خواهرمی تو هم بودی بلند میشدم برای تو هم میومدم. هادی من امروز به اندازه تمام عمرم حرف شنیدم، واقعا دیگه حوصله بحث ندارم. چه بحثی کردم من؟
بابا چه بحثی؟ چرا من 2 کلمه حرف میزنم اسمش میشه بحث؟ چتونه؟ چرا با من اینجوری میکنید شماها؟ چرا انگار من دشمنتونم؟ چی میگی هادی؟ برادر ما 1 سال پیش افتاد زندان، همه جا نشستید گفتید این یه دونه فیش حقوقیشو نیورد داداششو بیاره بیرون. اگه نمیدونید شماها، نمیدونید که من چقدر رو زدم بین اون، چقدر تلفن زدم، التماس کردم، خودمو کوچیک کردم برای اینکه این 1 ساعت کمتر اون تو بمونه. میتونم شما اینا نمیدونید. میدونم قربونت برم. میدونم قربونت برم. بابا من وضعیت شغلیم یه جوریه که اصلا به من فیش حقوقی نمیدن، میریزن تو کارتم. تو همین الانم حرف منو داری باور نمی‌کنی. معلومه که باور میکنم هادی، خدا شاهده، نه من نه حامد هیچ توقعی از تو نداریم. این حرفو به من نزن، توف بنداز تو صورت من، این حرفو هیچ وقت به من نزن. که تو چرا عذاب وجدان داری؟ بابا چه عذاب وجدانی چرا دیگه عذاب وجدان داری؟ فکر می‌کنی بعد یه کاری برای حامد می‌کردی که نکردی، الان می‌خوای اینجوری جبرانش بکنی؟ دختر من دارم از صبح بال میزنم، فکر می‌کنی برای چیه؟ ای بابا برای اینکه دوست ندارم داداشم طلاق بگیره. من دوست دارم. تو فکر می‌کنی اون بالا سالش خوبه؟ 1 سال بعد میفهمه چیکار کرده با زندگیش. ببین چی کار دارن میکنن اینا. بابا ما کسی رو نداریم غیر از هم، من و توییم. شم برم دیر شد، با زندگی افتادم. بیا تو هم سر رو برسونم. نمیخوام ببینم پیشم. پولمون داری؟ هادی نوشین نمیخواد طلاق بگیره، میخواست الکی بیاد وسیله‌اشو جمع کنه حامد تکونی به خودش بده. حامد نمیدونه ها، من اینو بهت گفتم کمتر قصه بخوری. غریبم از هیچی خبر ندارم. آقای هادی حقیقی 250 دست در نکن آقا بفرم. زدگی که نداره. نه بابا این نوعه. بله هست جا. این مال خدا بیامرز پدر بزرگ من بوده، خدا رفتگان شما هم بیامرز. این اصلا استفاده نشده، من اینو دادم خودش، نه خودم دادم، یعنی درستش کردم. بله والا باید بپوشن، یعنی بذارن دهنشون ببینن حالا اندازه است یا نه. آره به نظر منم اندازه است. اینا دیگه پیر که میشن تقریبا دهنشون یکی میشه. بله الو کجا ول کردی رفتی و چی کار داشتی؟ چی کار داشتی زنگ زدی؟ چرا اینجوری حالا؟ داشتم میرفتم دیگه، زنگ زدی گفتی کارت دارم. کجا داشتی میرفتی؟ همینجوری داشتی کجا میرفتی؟ کاری نداری من برم. بشین نادیا، بشین. دیوونه بازی برای چی در میاری؟ دیوونه‌ام دیگه، مگه نمیدونی؟ آقا پیمان ولش کن، نمیخواد بزنیش. آره لاتولوت برمی‌داری میاری خونه حامد؟ من نیاوردم. حامد آخه من نیاوردم. یارو رو از تو جوب برداشتی و بردی بری مثلا چیکار کنه؟ درست صحبت کن. میگم من نیاوردم. تو نیاوردی؟ مامانم بهش زنگ زد که بیاد هی آوردی. من کسی رو نیاوردم. مامانت فکر کرده جنگ جهانیه؟ معامله مواد مخدر مگه داشتیم می‌کردیم؟ اراذل اوباش برداشتیم و بردیم. چی می‌خوای بگی؟ اگه اومدن این مزخرفاتو بشنوم بلند شم برم مامانت که هی داشت به پسره میگفت کی به تو گفته پاشی بیار، بعد تو نیاوردی؟ من آوردم. خوب کردم. چی میگی؟ که افسارش دست تو بود، معلومه که تو آوردی. تو خوبی. تو خیلی با شخصیتی که وای میسی جلوی مامان من تمکین میکنی. چیکار میکردم؟
وای میستادم نگاه میکنم زندگی برادرمو بار بزنید ببری. زندگی برادر تو نیست فقط. نوشین خودش کو پس؟ مگه زندگی اون نیست؟ خودش کجاست؟ چون اونی که تجربه داره منم، اون که بلده منم. منو فرستاده خودش نیاد. تو چرا یه خبر به من ندادی اصلا؟ چه خبری بدم من؟ بابا خبر بدین که میخوای حمله کنید، بیان جایزیه ببرین. امروز هیچی، نوشی الان 2 ماه رفته. تو هیچی نباید به من بگی تو این 2 ماه؟ تو مگه نمیدونستی؟ تو نمیدونستی؟ حامد نگفته بود بهت؟ نه. دیگه وقتی برادر خودت بهت نمیگه از بقیه چه انتظاری داری؟ بقیه رو ول کن. تو چرا نگفتی؟ تا الان 2 ماه داری منو میپیچونی. خونه تو گرفتی و من بعد 2 ماه بعد تو رو تو خونه برادرم ببینم که داری جایزیه جمع میکنی؟ خودت چرا نگفتی؟ من مگه میخواستم بیام جایزیه ببرم؟ بالاخره داشتی میومدی دیگه. صبح زنگ میزدی بپرسی قضیه چیه. من زنگ میزدم تو برمیداشتی. اصلا چه لزومی داره من بخوام به شما چنین چیزی رو بگم؟ الان ما دیگه شدیم شمایی دیگه. چی پس؟ ایشانم. مثل مسخره بازی ندارم ها. چرا؟ بالا که خوب میخندیدی. من کی خندیدم؟ چرا دیگه هی میخندیدی که مثلا جنگ روانی درست کنی. جنگ روانی رو که شما استادشی. نگو شما. به من نگو شما. الان مشکل تو این وضعیت اینه که من نگم شما. آره مشکلم همینه. گند زدیم به همه چی، تو با هم وایسادیم، همه چی داغون شد رفت. ولی تو به من نگو شما. نگو. هرکاری دلت خواست کردی. هرچی دلت خواست گفتی. الان گیرت اینه که من نگم شما؟ فرقی داره الان؟ آره فرق داره. چه فرقی داره؟ برای من فرق داره. نادیا. فرق داره. اتفاقا خوب شد. شناختیم هم دیگر رو. من احمق رو بگو که اعتماد کردم اومدم همه چیمو گفتم. فکرم شما آدمی هستی که کمکم میکنی من حقمو بگیرم. 1 سال من جدا شدم همه جوره حقمو خوردن. فکرم شما آدمی هستی که کمک میکنی به من وکیل پیدا نکردم برات نادیا. هر دفعه خواستی بری دادگاه اینور و اونور من نیومدم. تو که خانواده‌ات یه بارم باهات نیومدن دادگاه. کی بود یارو رو مجبور کرد پول بده؟ اون که 2 ماه یه بار یه سکه هم نمیداد. کی گرفت ازش؟ خواستی بری خونه بگیری، کی اومد؟ کی بود؟ آره بودی همه چی رو ببینی تش بری اونجا وایسی برگرد بگی ایشون این چیزها رو دیده، ایشون تجربه داره، ما ندیدیم، ما بلد نیستیم. تو اون موقع که میخوای خونه بگیری ما همسر محترمیم. ما فقط تو بونگا همسر محترمیم. آره من خواستم بگیم زن شوهری؟ من خواستم بگیم؟ گفتی اینا گرگن یه زن تنها ببینن هار میشن. خب من که مشکلی نداشتم بگم تنها. تو مشکل نداشتی، من مشکل داشتم. میزنی رو تو شک میگی این از جهیزیه این خواهر قراره بره تو جهیزیه اون خواهر. گریه نکن حالا. الان گریه نکن. خجالت نمیکشی؟ اینو بگی گریه زاری رو انداز. چقدر من خر بودم. خیلی خوب. خاک تو سر من شلوغ نکن نادیا، شلوغ نکن. دارین دعوا میکنین؟ چه دعوایی داریم میکنیم؟ پس چی کار دارین میکنین اینجا؟ هیچ، نشستیم داریم برای زندگی شما تصمیم میگیریم از صبح تا شب. چیکار داریم؟ نادیا خوبی تو؟ خیلی خوبم. 100 دفعه من بهت زنگ زدم همینجا بودی جواب نمیدادی؟ بقیه کجا؟ تو خونن مامانینا؟ نادیا میگم مامانینا هستن یا رفتن؟ منو میبینی میگم رفتن، همه رفتن. اون بنده های خدا رو برای چی انداختی تو زحمت؟ نوشین. هادی جان من دارم با نادیا حرف میزنم ببخشید. من حرفی ندارم با تو بزنم. الان چی میگفت پیمان؟ چی میگفت؟ پیمانو کجا دیدی؟ همینجا سر خیابون. میگفت تو کنسل کردی همه چیو. آره؟ چرا؟ جایزه منو میخوام ببرن؟ نباید کنسل میکردی دیگه. بابا کجاست؟ اونم رفته؟ من هیچی نمیدونم. زنگ بزن خودت بپرس. رفتن. نوشین همه رفتن. ول کن.
الان بگیر بشین تو ماشین فکر کنیم یه راه حلی پیدا کنیم. راه حل چی رو پیدا کنیم؟ اصلا راه حل پیدا نکنیم. بگیر بشین تو ماشین اینجوری وای نستی تو خیابون. بشین. من از ایشون خواهش کردم بیاد بشینه ببینیم تو این وضعیت چه کاریه شما با هم میکنید. شما اگه مشکل دارید ما باید اینجوری بفهمیم، بعد بیایم بیفتیم به جون هم برای بردن 4 تا دونه قاشق چنگال، تهش هم بفهمیم همه چی از بیخ و بن کلا. چرا بیفتیم به جون هم؟ چرا بیفتیم به جون هم؟ قضیه چیه نوشین؟ به جون هم افتادین مگه؟ کل قضیه از بیخ و بن چیه نوشین؟ غلطه، اشتباهه، به خدا همه چی از بیخ و بن غلطه. هر 2 تا آدم دیگه ای بودم من میگفتم باشه ممکن. تو حامد آخه، تو حامد چه خبره اینجا؟ جمع کن وسیلاتو. به صندوق واسه چیه؟ وسیله‌های من نیست اونا. مال هر کی که هست. نوشین جون من قرص سرگیجه پیدا نکنم همین بود. من میخورم. کلا هماهنگن با هم. من خیلی سرم درد میکنه. میخوای هادی؟ بیا. سردت گرفتی اصلا. نگه جون شما میخوای؟ آب نداری دیگه؟ آب داری تو آب میخواستی؟ آره اینجا همون زیه. نه خالیه که همه. یکی دیگه این ور خالیه همه. خالیه؟ آره. بس حفظ کنید، یه دقیقه حفظ کنید. حفظ کنید. این فلاس میشه از زیر پاتون بدین. که خوابه. فلاس رو میشه از زیر. لیوان. ببخش نظر این مال پدر بزرگ همکار منه. این همکار من 2 روز ماشین دستش اصلا گند زده تو ماشین بابا. چیزی نیست. بیا خب چای هم تازه بابا. مگه قرص بازم داریم؟ نه دیگه نه. خب پس حفظ کنید. اونو حفظ کنید. این بگید. این ببین اگه این نوک زبونم نگه داری تلخیص حس نمی‌کنی. من الان گفتم نوک زبونم. راست میگه. میدونی؟ این متوجه این هم روش خوبیه. بین دندوناش گذاشت. گگه نمی‌کردم. باش شما چای می‌خوری تو هم نوشی؟ نه ممنون. چرا یه چای بریزم بعد دیگه؟ دایی ببین حرف میزنم میخندم میخوره به سقف بدنم. میخوره کجا؟ حلق در میشه. به کجا میخوره؟ سقف بدنم. میگه سقف بدنم. نمیتونه سینو بگه. میگم پوشیم میاییم بالا اگه میخواین حرف بزنیم. من قورتش دادم. بایی کن قشنگ یه جا پارک کردیم. همه میتونم ببینم. ببخشید دیگه صبح جا نبود، جا پارک نبود. من نمیتونم باور کنم نوشین. یعنی هر چی فکر میکنم نمیتونم باور کنم که تو تنهایی بلند شدی رفتی دادگاه، از این اتاق به اون اتاق که خود به فک قفل بگیری. این کار تو نیست. این کار تو نیست نوشین. حالا میخوایم این کار منه دیگه. همینو میخوایم بگین دیگه. کار نوشین نیست دیگه. که من که همچه حرفی زدم. وای تو رو خدا دوباره خودتون میگیرین شما. هادی جان هادی جان منو نگاه کن. نه نگاه کن منو. همه این کارا رو من خودم کردم. خودم پا شدم رفتم دادگاه، از این اتاق به اون اتاق نامه گرفتم، حکم گرفتم. چرا باورت نمیشه؟ باورت بشه اتفاقا. اصلا مگه خودم نمیرفتم حکم میدادن. الهام کن نوشین. تو بلند شدی رفتی حکم فک قفل گرفتی که بری تو خونه خودت؟ مگه کسی قرار بوده تو رو راه نده تو خونه‌ات؟ اگه بخواد میتونه راه نده، نمیتونه. حامد حقشو داره، بخواد میتونه راه نده. خیلی خوب. اصلا تو رفتی همه این کارا رو خودت کردی.
یک کلمه به من بگو چرا. هادی بریم بالا، حامدم منتظر. بشین اونجا بشین با هم حرف بزنیم. من نمیام. من میخوام برم خونه. تو چیکار میکنی؟ میری بالا میمونی میای خونه؟ بریم بالا حرف میزنیم بعدش با هم میریم خونه. بریم خب یه بالا. نوشی میخوای بریم خونه خودمون؟ میریم خونه من هستم. چی کار کنم من الان؟ هیچ. نوشی من مجبورت کردم؟ واقعا من مجبورت کردم؟ اینقدر احساس مسئولیت بی خودی نکن. خب پس باشو بریم بیرون حرفاتو بزن دیگه. باشه میریم. یه دقیقه بشینیم. میریم. باید هادی بیا کمک کن. آقا ببند در یخچال رو، یخ زدیم به خدا. چی میخوای گشنته؟ نمیدونم. خب بذار من کم میوه بردارم. چیزی هم نداریم. چی شد افتاد؟ یکی دیگه بردار ولش کن. شرف زیر کابینت ها؟ افتاد همینجا دیدمش. همونو باید پیدا کنی. شفا میده؟ ها پام رفت روش نه سنگ. یه قرص می‌پوزی. خیلی خوب حامد جان. آقا الان وقتش نیست حامد. حامد جون پاشو. پاشو میخوایم حرف بزنیم. پاشو عزیزم. هادی بلندش. پاشو حامد. چشه؟ بلندش. عصبی که میشه خندش میگیره. یه لیوان آب به این بده. آب نده بهش. آب نمیخواد الان. آب نده. آب کی گفت بهش بدی؟ الان آبیاری ما می‌کنیم. پاشو. پیداش کردم. نوشین جون بیا بشین. خونه خودش بهش تعارف می‌کنی؟ آروم باش میشه؟ نوشی میخوایم ما بریم. نه اتفاقا میخوام باشین همتون. سردته؟ نه. بچه کاپشن تو در نمیاری؟ در میارم حالا.
تو خونه ما اینا یه اتاقی از بهش میگیم اتاق مهمون. این اتاق همیشه درش بسته بود، البته قفل نبود، فقط بسته بود. زمستونا که بخاری میذاشتیم توی حال، این اتاق چون درش بسته بود میشد یخچال. بابای من میرفت توی این اتاق میخوابید، همیشه هم لای پنجره رو باز میذاشت. میگفت قلبم میگیره در پنجره بسته باشه. ما ستایی با مامانم میخوابیدیم توی حال. این هادی سر شب که میشد میرفت میچسبید به بخاری جا خوبه رو میگرفت. بعد خودش اینه جوجه تیغی جمع میکرد، یعنی مثلا من خوابم، من تکون ندید، من بیدار نکنید. هانی یه چیزی بود اندازه فندق، میخوابید بین من و مامانم. بعد نصف شبا که میشد با میشد همینجوری خواب و بیدار میرفت سمت اتاق بابا. مامانم بهش گفت بچه کجا میری، سرما میخوری؟ گفت نه اونجا گرمه، تن بابا داغه. مامانم بهش گفت باش برو اونجا سینه پهلو کنی. فکر کنم مامانم همیشه حسودی میکرد به هانیه. یه بارم تابستون برداشت بابام منو هادیه برد استخر، اصلا شنا یادم بده. رفت وایساد لب آب، جوری انگوشش کرد تو آب، کرد تو گوشش که مثلا آب نره تو گوشش. انگوشش هم کلوف، مثلا نمیرفت تو گوش. خم شد که بپره، یا هادی گرفت پرت کرد تو آب. یادت هادی؟ یادم نیست. من گفتم الان میاد سمت من دیگه. خودم آماده کرده بودم ولی اصلا سمتم نیومد. رفت تو آب، هادی رو کشید بیرون. من دلم می‌خواست سمت منم بیاد دیگه ولی نیومد. اصلا هیچ وقت با من راحت نبود. از بچگی یه جوری انگاری به من احترام میذاشت. برگشتنی تو ماشین، هادی صندلی عقب دراز کشیده بود، خوابیده بود. من جلو پیش بابام نشسته بودم. نگاش کردم دیدم اینجای چشش لبش خشکی زده، قشنگ صورتش یادم. میخواست یه حرفی بزن، انگاری دنبال کلمه میگشت ولی چیزی پیدا نمیکرد. بی خودی یه ساعت توی خیابونا چرخیدیم که مثلا نرسیم خونه. آخرم نه اون حرف زد نه من. الان که اومدم پایین دیدم توی ماشین دارین با هم حرف میزنین میخندین. منو که دیدین خنده هاتون رو جمع کردین. بعد با هم افتاد. تو هر چقدر سعی میکنی شبیه اونا نشی ولی هر چقدر زور میزنی کیه؟ اینا برای چی الان اومدن؟ اومدم دیگه. کیه؟ دوست داشت. دوست کیه؟ حامدینه. دوست کی؟ دوستن یعنی؟ نه زن و شوهر. خیالت راحت باشه. سلام. 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 خوبی؟ گفتی نشون نیست که؟ قرار نبود باشم. میخوای برم؟ نه بابا این چه حرفیه؟ مهمون داری؟
نه خودمونی. چرا کفش این مال خودتون آمد؟ بچه هان نادیا هادی. سلام بچه. سلام حال شما. سلام. خوش اومد. من میتونم برم دستشویی؟ آره اینجاست. بهمن. نه حامله نیست، استرس داره. استرس میگیره اینجوری میشه. استرس چی داره؟ حاملگی. واقعا من نمیدونم این دختر با چیه تو ازدواج کرده. شما با چیه ایشون ازدواج کردین؟ اونم با همون من ازدواج کردم. اونو خالی نخور. با چی بخورم؟ نه یعنی میگم معدتون میسوزه دیگه اصلا خالی نباید بخورین. آخه تو ماشینم دیدم که هی خالی میخورن. با معده خالی اصلا فایده نداره. حتما بعدش باید یه چیزی بخورین. یعنی خالیش که درست میگه ایشون. ببین حامد چی داره توی یخچال هانیه؟ ببینم حامد چی داره توی یخچال. چیزی هم نداره. خردل آب لیموه. اون چیه اون؟ بستنی. هم خوبه. بده. نادیا جون شما میخوای؟ نه مرسی. ممنون. آقا بستنی هم سرده خوب نیست. بالاخره دیگه حالا خودتون میدونید. اصلا این معده منو داغون کرده. همه این عصبانیت های من بخاطر معده است. اون معدم که به هم میریزه خودمم. آنیا خانم ما باید از این خانواده عذرخواهی کنیم. از اینا باید عذرخواهی کنیم. بد شد. خیلی بد شد. من خودم از مادر شما حتما اون پسر خالتونم بالاخره اون بیچاره هم من بعدا خودم حتما. خب الان عذرخواهی کن. نادیا جون که اینجا سال بعد از مامانشون عذرخواهی میکنیم. باید عذرخواهی کنیم. خب میگم الان عذرخواهی کن. واقعا باید عذرخواهی کرد. یکم آب لیمو به من میشه بدین؟ آره بیا. این همسایه‌تون شمالیه؟ هانی یه دقیقه. کدوم همسایه‌مون؟ سلام. همین این بریه. نمیدونم کجاییه. چطور؟ از خونه‌شون بوی میرزا قاسمی میاد با سیر زیاد. نکنه بوی سیر بهت خورد حالت بد شد؟ نه از صبحم همینطوری بودم. فکر کنم به خاطر استرسه. مرسی. بعد موقع هم مزاحم شدیم. خواهش میکنم. مثل اینکه اسباب کشی هم دارین؟ نه اینا یه سری ظرفای قدیمی نوشینه. من دارم میبرم خونه خودم. بابا من جواب نمیخواد. نگران میشه. صبر کن یه دقیقه. جواب نمیده. نوشین میگم من برم دیگه. آره دیگه بذار ما بریم دیگه. من شما رو میرسونم وسیله داری اینو. نه مرسی. کجا بریم؟ دیگه من که از صبح میخواستم برم خونه. دیگه الان مهمونم داریم. ما یه نیم ساعت بیشتر نیستیم میریم. نه بابا میگه نمیخواستیم حرف بزنیم. بجم زنگ بزن. زنگ بزن دیگه. بجم. آقا دوستامونن دیگه اومدن مثلا کمکمون کنن وسایلو بچینیم. نمیشه؟ نوشین جان یه چند لحظه من یه صحبت کوتاهی با شما داشته باشم اگه میشه. اون شهاب سنگه؟ بله
آره میشه ببینمش؟ باشه من نسوز اینجا. این مال ماهه یا مریخ؟ این مال همکارمه در واقع. احتمالا مال ماه باشه. فقط شارژ نداره. شارژ نداره؟ آره اینو باید بذارین تو نور ماه، انرژی ماهو بگیره، شارژ میشه. واقعا؟ بله وقتی انرژی داره قشنگ مشخصه. تلپاتی رو قوی میکنه. شما افسردگی دارین؟ نه. البته چرا؟ این مدتیه. بالاخره الان البته همه یه جورایی دیگه. این واسه افسردگی خیلی خوبه. چاکرای 56 هم پاکسازی میکنه. بله. چه بزرگم هست. بچه‌ها یه دقیقه بیاین بیرون، نمیخوان شما دیده شید. دیده شیم؟ میخوام ویدیو کال کنن، نمیخوان شما تو تصویر باشید. آقا داشتیم قضیه رو نرم مطرح می‌کردیم دیگه. چه بالا. بچه‌ها یه دقیقه بیاین بیرون. یهو نداره. معذرت میخوام، شما گفتی که چاکرای 4 و 5 درسته؟ 5 و 6. آها 5 و 6. به همین صورت بحث رسید به چاکرا. چاکراتون بسته شما؟ مال من که بازه. باز قشنگ باد میگیچه توش. آقا جون زنگ بزن. این چه وضعشه؟ چرا نوشین خونه است؟ من چه میدونم چرا نوری؟ حامد گفت تنهام. چیکار کنم الان؟ میخوای بریم؟ الان که بابام منتظره. خب منتظر زنگ بزن. من با اول خونه رو ببینم. خونه رو ببینی؟ باید ببینم. بفرمایید خونه رو ببین. این صندلی‌ها رو از اینجا بردار بذار سر جاش. سر جاش کجاست؟ پشت میز دیگه. همه رو میخوای نشون بدی؟ معلوم میشه، زود باش. خوبه دیگه، مثلا تازه اومدی من دوست ندارم اینا اینجا باشه. خوب ادای حامله ها رو در میاری یا آفرین. اون کارتونا رو هم بذار پایین. بابا حامله نیستی که؟ چرا؟ خونه‌شون خیلی بد چیدن. میشنوم. خب اون موقع چیه اونجا؟ من خوشم نمیاد. حالا شما بعدا بهترشو بگی. الان بلند شو زنگ بزنی. بابا بهمن. بله. چی شده؟ دوقلوه؟ خونه 150 متری باید پیدا کنی. 150 مترشو میخوای نشون بدی؟ چیکار کنم دیگه؟ من میگم یه گوشه ای از خونه رو نشون بده. همین گوشه رو نشون بده با یکم این ور اون ورش. من به بابام بگم این گوشه خونه ماست. به بابا تو بابا این یه گوشه ای از خونه ماست. نمیشه. نه نمیشه. ورزشگاه رو والیبالیسته. دستش خیلی بزرگه. راه رفتنش که راه رفتن رزمی کار هست. حالا یا کاراته کار یا تکواندو کار. شاید هم جدا. جدا کارا شبیه کشتیگیران. گوششون میشکنن. تولد دخترشه. یادش رفته کادو بگیره. آسم داره دخترش. چی میگی؟ دیوونه شدی؟ اون وقت سفارت داره فردا. داره زبان گوش میده. شما بلدین؟ ایوه. داره موزیک گوش میده. خدا رو شکر همتون دیوونه شدی. اون سالن آرایش در خیابون میرداماد. اون عمرن توی روسری فروشی فروشنده است. تو چهارآولی عصر. چرا؟ پیاده است. خب باشه شب بنزش اونجا پارک کرده ما نمیبینیم. بعد مثلا هفته اون سوپره چه میدونم مثلا آب معدنی بخره. خیلی قول دعوا نکنید. از اینام هست که اعتماد به نفسش پایینه. 500 تا رفیق داره. همه نصف نیمه. بچه بدبختیه. در بیار پلیورتو. خوبه که چرا؟ خوب نیست.
خوب نیست. تو خونه اینطوری میگردی؟ بابا خوبه الان؟ طبیعیه؟ آره. نکن بابا چیکار میکنی؟ زشته به خدا. کجاش زشته؟ یه دقیقه میذارم و برمیدارم دیگه. بکن هر کاری میکنی زودتر فقط بکن. مردم زندانی کردیم تو خونه خودشون. تقصیر منه مگه؟ آقا تقصیر منه عزیزم. میگم زودتر فقط هر کاری میکنی. تو آماده ای؟ آره دیگه من چیکار میخوایم بکنیم مگه؟ ظرفا رو از توی کارتونه وردار کامل بچین تو کابینتا. فقط وایسا من ویدیو کال کردم بعد. چجوری انقدر راحتی تو خونه مردم؟ تو بابای منو نمیشناسی؟ نمیدونی همین جوریش به همه چی مشکوکه؟ باید یه کاری کنیم باور کنی یا نه؟ من دست تو ظرف مردم نمیکنم. حالا یه کاری میکنم دیگه. ظرف میشورم. ظرفم ندارم بشورم. میچرخم همینجا یه کاری میکنم. گوشیتو بردار. ابروتو بده بالا. بهمن بله. این دوتا دارن از هم جدا میشن ها. کدوم دوتا؟ نوشین و حامد. چی بودی ها گفتی؟ از کجا فهمیدی؟ از خونشون معلومه. از کجای خونشون معلومه؟ همین دوتا کارتون؟ اینا که گفت مال خواهرشه که. ساده یا من میرم از بیرون میام. ساده هم دیگه. سلام بابا جون چطوری؟ 2 ساعت ما منتظر تماس شما. گفتم یکم جمع جور کنیم بعد زنگ بزنم. خیلی خب بگه خونه رو ببینم. بذار خونه رو بهت نشون بدم. بفرما این حال پذیراییشه. اونجا آشپزخونه است. این ورم اتاقاست. 2 تا اتاق داره. خونه بزرگی هم هست به نظر. آره خیلی بزرگه. خیلی خوشم میاد از خونمون بابا. آفرین چقدر خوب. این چیزی که الان من دارم میبینم قشنگ 2 برابر خونه‌ای که ما اینجا داریم زندگی میکنیم. از صبح 10 بار زنگ زده دیده جوابشو نمیدم. آره خیلی بزرگه. اینم پنجره‌اشه. صابخونه خونه رو گذاشته بونگا دیگه. تراس هم داره. حالا میخواد بیاد بالا؟ هوا در وا نمی‌کنیم که بیاد. حالا باید کلی گلدون بگیرم اینجا بچینم. هنوز هیچ کاری نکردیم. خیلی به هم ریخته است. دیگه ببخشید خونمون قشنگ نیست هنوز. اگه گفتی کجاست؟ یوسف آباده. میدون سلماست. باریکلا. بذار زوم کنم روش. زوم نمیشه. تابلوی بانک جلوشو گرفته. همه جا چرا داری نشون میدی؟ هر روز فکر اینجا نگه. دیدی؟ آره بابا سالمه. بچه بودیم کلی از جلوی این خونه رد شدیم ها. آقا میخوای بفرستمش بره برم پایین؟ کجا بری؟ آقا ایسانی هم ول میکنن؟ هم که دیگه احسان ما نمیکنه. بهمن؟ چرا هست؟ تو آشپزخونه داره کار میکنه. صبر کن. بفرما اینم بهمن و لباس کارگری. سلام بابا جان خوبی؟ آبا کار نکشی کی کار بکشه؟ نه بابا این چه؟ مامان کجا؟ مامان خوبه؟ منتظر تماس شما موند خوابش برد. حالا فردا دوباره تماس میگیریم و هم صحبت میکنیم. فردا؟ 2 بسته ماکارونی، شامپو برای موهای مجعد. کیو میگی؟ اون جرمگیرم گرفته. ظرفشویشون اکیپ میشه. کنم سم یادش رفته بگیره. خونشون خیلی سوسک داره.
چرا رد نمیشه؟ ماشین نمیاد که. آقا بیا برو. اون تویی یا قشنگ خودتی. نوشین جان یه دقیقه کلید در اتاق بغلی میدی؟ درش قفله. نه اون قفل نیست، اون قلق داره، اینطوری بکشش سمت خودت باز میشه. ببخشید این بابای آوا گیر داده تمام سوراخ سنبای خونه رو ببینه. نه بابا اشکال نداره، فقط بعدش چی؟ خب بعد چی؟ خب الان دارین ویدیو کال میکنین، همه جای خونه رو نشون میدین، فردا پس فردا دوباره خواستن ویدیو کال کنن، میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم به خدا دنبال خونه هم دیگه. حالا الان ببینن مثلا خونه گرفتیم یه کاریش میکنیم. خب من میگم اگه همین فردا دوباره خواستن ویدیو کال کنن اون وقت میخوای چیکار کنی؟ تا فردا که نمیتونی خونه بگیری. فردا میایم زنگ میزنیم دیگه. 2-3 روز یه بار میایم. آقا هفته یه بار میایم. نمیشه؟ مرد حسابی خود اینم بونگایی اومد دم در دیگه. خودمونم معلوم نیست که دو ماه دیگه اینجا باشیم. یعنی نمیشه بس. خب اون خونه‌ای که میخوای بگیری هم که مامان بابای آوا میان اونجا، بعد متوجه نمیشن اونجا اینجا نیست؟ مگه عروسیتون نمیخوان بیان؟ عروسی نمیگیریم که دیگه تو این وضعیت. عروسی کی میخواد بکنه؟ خب حالا هرچی بالاخره که میان. میخوام بیان ولی نمیتونم برن دیگه. اگه بیان یعنی میتونم بیان دیگه نمیتونم برن. حالا داستان داره خیلی وقت اون برن. آوا هم با مادر بزرگش اینجا. حالا اگه خواستیم بمونیم دو جداره میکنیم. صدای آواز؟ آره. داره میاد نه. مطمئنی؟ صداش پشت دره ها؟ نه گفتم اصلا سمت اتاق خواب نیاد. پشت دره. حالا بزن اتاقا رو بهت نشون بده. هیچی پام بابا خورد به اون سنگه، گذاشتم در بسته نشه. مودتونم که MDF. ببخشید چوب نیست. اینم که تختمونه، وقت نکردیم رو تختی بذاریم. اون کیه رو تخت؟ بابا پتوه دیگه. حتما باید جواب بدم واجبه. سلام. الو یه لحظه گوشی خراب. نه هیچی، دوست بهمنه اومده شوفاژامون رو درست کنه. بهمن جان من خوابم رفت. من این شوفاژا هواگیری کردم، برم الان حمومم هواگیری کنم. خب بجم دیگه گرفتی خوابیدی برادر من. الو ببین سنگای قیمتی گرمی حساب میکنم، متوجهی؟ این 733 گرم. بله خواص که زیاد داره، برای افسردگی خوبه، چاکرای 5 و 6 رو باز میکنه. بله این از ماه خانم. نه بله ببین این فقط یه نکته خیلی مهمی که داره، این بعد چند وقتی باش شارژ بشه، مرتب بذارینش جلو. نه گوشی موبایل مگه بذار؟ نه اینو باید هر چند وقتی بار بذارینش جلو. ماه که کامل شد قشنگ بذارین این شارژ میشه. بله نه گوش کن خانم، گوش بلش کن. ببین شما حالا سرچاتو بکن، اطلاعاتت که تکمیل شد ما به توافق میرسیم، سر قیمت به توافق میرسیم. بله خدا نگهدار. عادیا اینا رو بپیچونیم بریم قشنگ یه گوشه بشینیم حرفامون رو با هم بزنیم ها. بیا چه کاریه؟ من که لو رفتم اصلا دیگه. اینا دیگه کیه؟ ها میگم بپیچونیم قشنگ بریم بشینیم یه گوشه حرفامون رو بزنیم، صحبتامون رو با هم بکنیم. چه حرف بزنیم؟ حرف بزنیم در مورد خودمون حرف بزنیم. من خیلی حرف دارم. ببین من الان ته حرفامو بهت میگم. خب من تو هیچ ربطی به هم نداریم، از اول هم نداشتیم، کلا اشتباه بود قضیه. البته چیزی هم نبوده به اون صورت. آقا جون تو هر کاری کردی برای خواهرت کردی، من برای برادرم. تموم شد رفت دیگه. من میگم چرا خواستی نذاری؟ چرا اونجوری؟ چجوری؟ چیکار میکردم؟ 1000 تا کار میتونستی بکنی.
خب چی کار میکردم؟ میرفتی میخوابیدی جلو در میگفتی نمیذارم اساس ببرین. تو که این کارا رو خوب بلدی. من اولین چیزی که به مغزم رسیده همون کارو کردم دیگه. همون دیگه. آدم وقتی گیر میافتن اولین چیزی که به مغزشون میرسه دقیقاً نشون میده کیه. کیم من کیم نادیا؟ آدمی که اولین چیزی که به مغزش میرسه اینه که برداره چه میدونم نامه حکم عدم تمکین صادر کنه. من میترسم از این آدم. اگه به ترسیدم میشه که شاید منم از آدمی که خودشون اونجوری بزنه میترسم. که چی؟ بترس. از آدمی که خودزنی میکنه بترس. تو خودتو زدی واقعا؟ اصلا تو این وضعیت نمیشه حرف زد که. باشم بریم بشینیم یه گوشه حرف بزنیم. منو نگاه کن نادیا. یه دقیقه منو نگاه کن. میگم تو این وضعیت من میرم توی دستشویی قایم میشم. میدونی چرا به من نگفتی که نوشین قهر کرده رفته؟ الان بهت میگم. چون همه چی برات بازی بوده. از روز اول من برات بازی بودم. پیش خودت گفتی اگه بفهمم یه جوری جلوشو میگیرم نمیذارم کار به اینجا برسه. گفتی خواهرت بره از برادرم جدا میشه. بعدش هم که دیگه قرار نیست همدیگه رو ببینیم. هر کی میره دنبال زندگی خودش. خرت هم که دیگه از پل گذشته. مهریت رو گرفتی، خونت رو گرفتی. عادی میخوای چیکار؟ برو به بابای عادی. چون سرده اینجا. کلی گشتم دنبال این شامپو، پیدا نمیشه دیگه، نیست هیچ جا. سوسک نداره دیگه اینجا. اصلا بالا که میومدن راهشونو بستیم. بستیم؟ بستی. این مدت من نبودم هانیه مرتب میومد پیشت داره؟ آره. پس بگو. همینه چاق شدی. فکر میکردم الان دیگه شدی یه مش پوست و استخون. میدونستم تو بهش میگفتی بیا. منم نمیگفتم میومد. نوشین تو 2 ماه رفتی چی ولش کن. نه ولش نکن. من 2 ماه رفتم. خب رفتی دادگاه ازت پرسیدن چرا میخوای جداشی چی گفتی؟ نفقه نمیده، معتاده، دست از زن داره، دیوونه است، مجنونه. ها؟ الان سوالت اینه که چرا رفتم یا تو دادگاه چی گفتم؟ سوالم اینه که چرا اینجوری؟ میخواستی وسایل تو ببری، خب میومدی میبردی. نمیخواستی بیایی میگفتی من برات میفرستادم.
دادگاه اون مأمور این مسخره بازی چیه؟ نمیشه جوری دیگه واقعا. دیگه ببخشید دیگه، بعضی کارهای خورده کثیف کاری داره. به عنوان تینا چی گفتی؟ خب قشنگ بپرس چرا رفتی، به جای اینکه هی بپرسی به این چی گفتی به اون چی گفتی. چرا رفتی؟ چون دیگه دلیلی نداشتم بمونم. وقتی هم دلیلی نداری بمونی میری دیگه. حالا با مامان تینا چی گفتی؟ هیچ. گفتم هیچ دلیلی نداره. وقتی هم میگی هیچ دلیلی نداره همه بدترین فکر رو میکنن دیگه. فکر میکنن دلیلش اینقدر بده که حتی روت نمیشه بگی. تا هم گذاشتی بدترین فکر رو بکنن. آره؟ مهمه برات؟ جالبه یا برات مهم شده که بقیه راجع به ما چه فکری میکنن؟ جالبتر اینه که برای تو دیگه مهم نیست. خب دیگه منم شدم مثل تو. خسته شدی. البته حق میدم، از اولش هم معلوم بود خسته میشی. آره حامد، خسته شدم. خسته شدم از اینکه حتی تو خونه خودم زورم به هیچی نرسه. من نمیتونم جایی زندگی کنم که توش احساس ناتوانی کنم. تو که دیگه میفهمی چی میگم. من کاری کردم تو احساس ناتوانی کنی؟ آره حامد، آره. حالت بده، افسرده‌ای. خب مگه فقط تویی؟ مگه فقط حال تو بده؟ این همه آدم اخراج شدن، بیکار شدن، زندگیشون از دست دادن، همه چیشون از دست دادن. همشون اینطوریه. اینه تو چپیدن تو خونه گند زدن به خودشون و زندگیشون. تو که فقط 2 ماه رفتی زندان. اونایی چی بگن که 5 سال و 10 سال افتادن زندان. از حامد تو که تنها نبودی. من که کنارت بودم. چرا یه جوری رفتار کردی این کار منم یه نفهمیم اینه بقیه. من 1000 سال دیگه هم میموندم اگه حس میکردم 2 تایی با هم داریم یه وضعی گندی رو تحمل میکنیم. چی شد فکر کردی کثافتی که تو توشی یه کثافت خیلی مخصوصیه که فقط تو توشی؟ کی همچین فکری کردم؟ من فقط میخواستم. چی میخواستی ها؟ چی میخواستی؟ اصلا خودت یادت میاد آخرین باری که واقعا میدونستی چی میخوای کی بوده؟ من از اول اینجوری بودم. نوشین، من تو 5 سال با هم زندگی کردیم. من از اول اینجوری بودم. باید حتما یه کاری میکردی ولت کنم برم. آره؟ چی باید بگم؟ هیچی. بشین تنهایی عذاب بگیر که زورت به هیچی نمیرسه. هیچی ها نمیتونی تغییر بدی. ولی حامد منو خوب عوض کردی ها. ببین منو به چی تبدیل کردی؟ یه زن مبتذل که پا شده اومده 4 تا کاسه بشقابش رو جمع کنه ببره. چیه؟ ببخشید. هانیه جونم. چی شده؟ دیگه از این یواشتر نمیتونم، صدام همینقدره. خواستم بگم اینا تموم شد دارم میرن اگه میخوایم بریم. خیلی خوب باشه. نوشی میمونی؟ باشه یا بزن به سر صورتت. بیا بیرون.
بیا بس خوب نداری جمع کردیم همه رو این پیالا برمیدارم چی میخوای؟ موچ بندم همیشه اینجا میذاشتم الان نیست. تو اتاقه. نادیا گردو نداریم؟ گردو داشتیم صبح. گردو شکن هم داشتیم. هادی یه سنگ باید بود صبح بده باش دوتا گردو بشکنیم. شهاب سنگم. حالا همون شهاب سنگ تو بده باش دوتا گردو بشکنیم.